سلام، امروز میخوایم نگاهی به محصولات وارداتی شرکت تجارت فولاد فراز داشته باشیم. ما تونستیم طی ارتباط با 13 کشور مختلف در سراسر دنیا و همچنین تأمین از طریق شرکت‌های برون مرزی تفکو و بارگیری در انبارهای اختصاصی متمرکز در داخل و خارج از کشور نیاز مشتریان رو به خوبی برطرف کنیم. اولین محصولی که میخوایم بهش بپردازیم تیراهن بالپهن هست که توی بازار به اسم تیره هاش شناخته میشه. دلیل این نامگذاری هم شباهت شکل این محصول به حرف اچ انگلیسیه. این محصول به دلیل مقاومت و استحکام بالایی که داره تو پروژه‌های بزرگ ساختمانی و صنعتی کاربرد فراوانی داره. تفکو واردات تیره هاش رو به صورت تخصصی و در تمامی سایزها و گریدهای مختلف از جمله ST37, ST44 و ST52 انجام میده. تیراهن‌های وارداتی جزو پرکاربردترین مقاطع فولادی در صنایع مختلف به شمار میرن. این تیراهن‌ها در سایزهای مختلفی از قبیل 8, 10, 33, 36, 40, 45, 50 قشست به صورت تخصصی وارد میشن. این سایزها به دلیل عدم تولید داخلی فقط از طریق واردات امکان تامین دارن. محصول بعدی لوله بدون درزه که به اسم لوله مانیسمان هم شناخته میشه. جالبه بدونین که مانیسمان اسم یک برند معروف هست که لوله‌های بدون درز رو تولید می‌کرده و به همین دلیل این محصول عمدتاً به این اسم شناخته میشه. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار برای صنایع حساس مثل نفت، گاز و پتروشیمی مناسب هستند. شرکت تجارت فولاد فراز این محصول رو از سایز 1.1 تا 20 و در رده‌های 20، 40 و 80 به صورت تخصصی وارد می‌کنه. در ویدیو بعد در مورد بقیه محصولات وارداتی تفکو از جمله نبشی، ناودونی استاندارد اروپا، ریل جرثقیل، ورق ضد سایش و ورق ضد زنگ صحبت می‌کنیم.